از جنجال‌های ترانسفری لیدز و لیپزیگ باری آگوستین بعداً خواهیم گفت، چرا که موضوع امروزه برنامه ترانسفرها کلاً دیگرند. با کل شما سلام دوستان عزیز، این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است و با شما هستم ایمانبک شودبکزاد. سابق حمله‌ور باواریا ساندرو واگنر وابسته به سبب‌های اویلوی تیانزین تدای چینی را جایی که 1.5 سال اخیر برآمد می‌کرد ترک نمود. من 18 ماه را در چین نقض گذرانیدم، اما من اویله و 4 فرزند دارم. در حالت کنونی من از رفتن به چین و تنها ماندن آنها را می‌ترسم، گفته است واگنر. قابل قید است که به تنظیم تدا از باواریا واگنر ماه ینوری سال 2019 بر حوض 5 میلیون یورو گزارش کرده بود. در موسم قبلی چمپیونات چین این بازیگر 32 ساله 12 گل در 26 بازی به ثمر رسانیده است. موسم جاری باشد بنابر سبب کرونا ویروس آغاز چمپیونات در چین به تأخیر مانده بود. بنونتا تحت رهبری فیلیپو اینزاگی به سری آ برآمده چند پیش با نیت پرقوت‌کنی ایحاد لای کریمی را خریداری نموده بود. تیم کادیس که به پریمیر راه پیدا نمود آلوارو نیگردو را به دست آورد. فوروارد 34 ساله با مقصد همراهشوی به تیم کادیس، تیمی که سگوندا به پریمیر نواکاک برآمده است، فوتبال عربی را یک طرف گذاشت و به وطن برگشت. آخرین باشگاه نیگردو البته که النصر امارات متحده عرب بود. در اسپانیا باشد آلوارو نیگردو را از برآمد در صف تیم‌های سویلیا، المریا و والنسیا میشناسند. گزارش‌های ترانسفری در فوتبال روسیه باشند زمان قانونی خوانده می‌شوند که روزانه تابستانه ترانسفری در این چمپیونات رسما گشوده می‌شود. بازار تابستانه ترانسفری باشد در فوتبال جهان روسی امسال سنه 26 ایول آغاز گردید و تا 17 اکتبر ادامه خواهد کرد. روزانه زمستانه ترانسفری باشد سنه 29 ینوری سال 2021 گشوده شده تا 25 فوریه همان سال ادامه خواهد کرد. پس از آنی که تیم اورال از یکاترینبورگ پس از باخت هنگامی در مرحله نیمه‌نهایی جام روسیه از خیمکی شکست خورد و سرمربی دسته پارافیانوف نیز از دست رفت، همچنین پاول پاگربنیاک نیز ترک اورال کرد. اینجا باشد یگان اسرار دیگر نیست و تنها سبب همین است که شرطنامه کاری پاول با اورال به اتمام رسیده است. هنگامی برآمد در صف اورال پاگربنیاک در مسیر 33 بازی انجام داده‌اش در کل مسابقه با زدن 8 گل دست یافته است. پس از آنی که در فضای فوتبال روسی فوتبال بازان ازبکستانی چون الدور شامورودوف در رستاو و آستان اورونوف در اوفا از خود صدا بلند نمودند، تیم مسکویی لوکوموتیو هم جسور جلالالدینوف را وارد تیم نمود. ترانسفری ویکتور اسیمخین به ناپولی برای عوض 81 میلیون یورو میتواند که گرانترین در میان فوتبال بازان آفریقایی بگردد و با همین خبرها چنانند که فوروارد لیل بهر گزارش به تیم نیاپولیتانی نزدیک است و اگر ناپولی برای ترانسفر این نیگریوی 21 ساله 81 میلیون یورو پرداخت نماید، اسیمخین گران ارزشترین فوتبال باز آفریقایی گردیده از فوتبال بازان چون مانه و پپه در چنین رویخط بالا می شود. این حال باشد نشانداد رکوردی به پپه تعلق دارد، نفری که 1 سال پیش از لیل به آرسنال با نرخ 80 میلیون یورو گزارش کرده بود. هرچند که رسانه‌ها از فروش 10 بازیگر هیئت کنونی رئال در تابستان پیشگویی میکنند، ولی اگنت بیل با چنین نظرها تماما راضی نیست و میگوید که گارت رئال را ترک نمیکند زیرا که بهترین بازیگران به اجاره نمیروند. این گپش درست است، چرا که بهترین بازیگران واقعا هم به اجاره نمیروند، ولی ممکن که اینجا برعکس شود، بیل رئال را ترک نکند و رئال بیل را. خلاص که فهمیدید منظورم با چنین سخن چی بود. اگنت نیمه‌مایه‌گر رئال و منتخب ویلز جاناتان بارنت در ادامه گپ‌هایش باز چنین اضافه کرد: با گارت کلی چیز خوب است، او حالا در 2 سال دیگر در شرطنامه دارد، برایش زندگی در مادرید معقول است و او با هیچ جای دیگر هم رفتنی نیست. او با مثل فوتبال بازان دیگر مادرید نقض است، اما قرار نهایی از زیدان است. هرچند که مناسبت زیدان با بیل بد هم نباشد، ولی با چنین رنگ گرفتنی کار زیدان برای بیل در حیات جای یافتن نمیتواند، نوبت از آن که برای گارت در مادرید زندگی کردن هم معقول باشد. چیزی دیگری نگران کننده در زمان بحران پاندمیایی البته که معاش گرانی گارت می باشد. وابسته به این از دست رفتن بیل در همین تابستان هم از احتمالیت دور نخواهد بود. وینگر 31 ساله در موسم انجام شده چمپیونات اسپانیا 16 بازی گذرانده و 2 گل و 2 اسیست دارد. تابستان سال 2019 باشد بیل نزدیک به گزارش به سوپرلیگ چین بود ولی اخیراً در مادرید ماند.
پس از اشتباه‌های پیوسته گران‌ارزش‌ترین دروازه‌بان دنیایی، اخیراً چلسی دیگر واریانتی بهتری نخواهد یافت و جز از فروختن کیپا آریزابالاگا. نامزدها هم الکی در جایش معلومند. نامزد اساسی به قول گول این دروازه‌بان اتلتیکو یان اوبلاک میباشد، نفری که 2 موسم قبل به جای کورتوا از گزارش به چلسی دست کشیده بود. خلاص که خلاص‌شوی از کیپا برای کبودها پول اندک مندک نو با کل این عذاب بحرانی 120 میلیون یورو ارزش پیدا میکند. ماز با چنین نرخ اوبلاک را در مادرید فروختنی‌اند. دروازه‌بان چلسی کیپا باشد. چطوری گفتیم موسم نوبرار انجام داد و به قول آوازها فرانک لمپارد می‌خواهد که کیپا را عوض نماید. از روی خبرهای گول لندنیا اشتیاقمند از آنند که دروازه‌بان اتلتیکو مادرید یان اوبلاک را خریداری نمایند، ولی اینجا باید که مبلغی در شرطنامه نوشته شده را پرداخت نمود و این هم 120 میلیون یورو می باشد. مشکل هم آن است که اسپانیا دیرمی از نرخ دروازه‌بانشان کم کردنی نیستند. از یک جانب برای چلسی در گفت و شنیدا مشکل خواهد بود، ولی از جانب دیگر ابراموویچ را پولش بسیار است، خریدن میگیرد. ورنی را باز یش خریده توانست کو و در همین کریزیس باز هاورتز را هم خریدنی است. چطوری در میانه مردم میگویند پیش از پادت چنگ و پیش از توی نخوره. آوردن چنین مقاله‌های مردمی از آن است که سمولوف را سلتا نمیخرد. هرچند که رسانه‌های روسی در این موضوع با افتخار پیش از پادت چنگ می‌داختند، ولی به قول لاوانگاردیا سلتا از خریداری سمولوف دست کشیده است. خیلی درست هم کردند. و کی در کار است؟ حمله‌وری که در 14 بازی 2 گل دارد و باز در مشکل ترین دوران برای تیم باز هم جراحت می‌بردارد و باز با کلی چنین حالش رجای کرانتینی را ویران نموده و مسکو آمده بود. در باشگاه غیر از سمولوف باز 5 بازیگر دیگری هستند که مهلت اجاره‌ایشان تمام شده و معلومات لاوانگاردیا باشد باشگاه تنها میخواهد 2 نفرشان را خریداری کند و سمولوف باشد از میان این 2 تن نیست. خلاص که توی در اسپانیا ماندن اسمالا هم تمام شد و رسانه‌های روسی را ضرور می‌باید که در پی ایجاد داستان‌های دیگری شوند. و یک داستان دیگر درباره سفر فوتبالکاران روسی به اروپا، این گزارش احتمالی میرانچوک به میلان است. سال پار اگر یادتان باشد ویلیکای روس میرانچوک را یک زمان به بارسا میبرد، یک زمان پیراهن یووه میپوشاند، ولی حقیقت آن شد که الکسی با پیراهن لاکو بر ضد تامبوف به میدان میبرآمد. این نوبت باشد شورای مچ تیوی نوبل آرستامیان که واقعا هم از میان پیشوایان روس معلومات‌های بیشتری ترانسفر را دارد در خصوص میرانچوک چنین گفته است: روزهای نزدیک میلان نسبت میرانچوک با لاکو پیشنهاد ارتباطی خواهند کرد. اگر از سخن آرستامیان قطره هم راست باشد ممکن که دیگو لاکسالت را شامل این ارتباط میکنند، ولی عامل کلیدی این ترانسفر آن است که نسبت نیم حمایتگر لوکوموتیو خود سرمربی میلان استفانو پیولی اشتیاقمند است، نفری که نوکاک تمدید شرطنامه نمود. پیشتر باشد میلان کار اطراف خریداری احتمالی میرانچوک نمیتوانید، چرا که آینده پیولی در دسته معلوم نبود. اما عین زمان راهبران تیم میلانی مهلت قراردادش را تمدید نموده آماده‌اند که خواهش‌های ترانسفریش را اجرا نمایند. مبلغ گزارش در شرطنامه میرانچوک 24 ساله باشد 8 میلیون می باشد، اما راهیانچیان از این ارتباط 20 میلیون منفعت گرفتنی اند. از همین اشتیاق بلند پول کارکنی راهبران لاکو می تواند که چون خرسنگ پیش پا خلل رسانی کار شود، چیزی که علنگه مهارت چندین فوتبال بازان این سرزمین را خاموش کرده بود. در فرصت‌های اخیری برنامه امروز از چکیده‌های خامه اسپورتس رو برایتان میگوییم. با قول این نشریه معتبر روسی دروازه‌بان آیاکس اندره آنانا احتمالاً به چلسی می‌رود یا که داروسازان از بایر این نفری پرمهارت را پیش سابق سرمربیش میبرند. این بود کل نویدهای مهم ترانسفری. در برنامه دیگر از بهترین خواهیم گفت. تنسیت و پیروز باشید.